کار چیه شما؟ جای کرایه میدم به دختر پسرا. چه کار خوب، چه کار خوب. شما کی در واقع آشنا شدیم ما هم دیگه؟ راستیتش ایشون تو اینستاگرام یه پیج غیر اخلاقی داشت، من عکساشو دیدم اصلا جیگرم حال اومد، گفتم بگیرمشون به سمت اخلاق هدایتشون کنم. مجبوریم همینو بگیم دیگه. حالا اینجور دیگه هم بوده. جور دیگه که نبود، همینجوری بود، ولی خب خانواده‌ام نذاشتن دیگه. چرا میگفتن نه بهش؟ چون این عکساشو واسه بابام اینا هم فرستاده بود، ایشون هم خوششون میومد از ایشون. خب خونه باباتینا بودین یه طبقه بالا خالی بود. تو بهش گفتی خونه خالی بود؟ پس این کجا میدونه خونه خالی؟ البته طبقه بالا خالی بود. خب من واسه اینکه عشقمو به ایشون ابراز کنم و بگم چقدر عاشقشم، رفتم خودم از اون بالا جون. چرا یهویی به این نتیجه رسیدی که باید برای ابراز دوست داشتن اثباتش خودتو از ارتفاع بندازی پایین؟ خب خداییش خوب چیزی بود دیگه، هم خود شما حاضر نیستی واسه ایشون خودتون بپوشون بندازی پایین.